سلام بیننده ارجمند، امروز جمعه 7 اوگوست است و من طاهر سفر شما را تا 15 دقیقه دیگر در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی همراهی میکنم. نخست نگاه به سرخطی خبرها. یک مادر از ولایت سوخت شکایت دارد که مقامات انتظامی پسر او را به ناحق بازداشت کردند و گناهکاران دیگر را جواب دادند. فقط اینها آشناها دک است، صاحب قهوه‌خانه زدگاه 4-5 تا خودش. سربازی که در اوکراین جسد همسفانش و سربازان روس را یافته و برای دفن به خویشاوندانشان می سپرد در جبهه کشته شد. گرمای طاقت فرسا به زودی به اروپا برمیگردد. در باغ حیوانات پراگ برای جانوران سردی دوست و بیزار از گرمی چاره می اندیشند. در قفس خرس‌ها کاندیسیونرهای هوای سرد جای دادیم. لازم شد آب شرشره را هم فراهم میاریم. شروع میکنیم از ولایت سوخت. مادر یک جوان تاجیک از شهر باباجان غفورف شکایت دارد که مقامات انتظامی ناعادلانه به ضد پسرش پرونده جنایی باز کردند و 3 ماه از او را در بازداشت نگه می‌دارند. با قول این مادر اگرچه پسرش در یک زنازنی شرکت کرده است، اما گناهکاران دیگر جان خود را از هر راهی از جمله از راه رشوه دادن خلاص کردند. حادثه در قهوه‌خانه ارباب، یکی از قهوه‌خانه‌های سرمشتری شهر رخ داده است و در این باره فرزان محمدی گزارش می‌دهد. پیشانی زخم داشته، پشت گردن استخوان کشیده، پشت من قاعدش های. این نقل سید نیسا قاسم و ساکن ناحیه باباجان غفورف درباره پسر 34 سالش ایوب جان نعمتوف است. مقامات او را بعد یک زنازنی گروهی دستگیر کردند. سید نیسا قاسم میگوید در زنازنی در قهوه‌خانه ارباب قریب 20 کس اشتراک کرده، در این میان تنها پسر او دستگیر شده است. چیزی که او بی‌عدالتی مینامد و از چنین برخورد ناراضی است. حادثه شام 25 می امسال روی داده. ایوب جان نعمتوف از آن زمان تا کنون در بازداشتگاهی موقتی است. سانه گلی سال دوسری الکل آب نگذاشت بغمش کردی. منی کاغذ دکتر منی ها منی توموگرافی ها منی تزیهوش همش منی مکتوبی وای کلام وای کدیگامو. کوششی ما برای گرفتن شرح بیشتری مقامات درباره حادثه تا این دم بی‌نتیجه بود. با اطلاع دریافتی رادیو آزادی، مأموران میلیسا تنها نسبت به ایوب جان نعمتوف پرونده باز کردند و او به اوباشی گمان زده است. در حالی که مادرش او را جبر دیده مینامد، در نوار دوربین‌های نظارتی که رادیو آزادی دید، او شرکت‌داران دیگری حادثه را دشنام و حقارت داده است. در آن نوار شخصان زیاد دیده می‌شوند. مسئولان قهوه‌خانه ارباب در ناحیه باباجان غفورف نخواستند که درباره حادثه صحبت کنند. تنها در گفتگوی حضوری اشاره کردند که در این ماجرا آنها نیز زیان دیدند. سید نیسا قاسم و میگوید بحث و خرخشه در قهوه‌خانه ارباب بر سر پول خوراک بین مهمانان سر زده، سپس نمایندگان قهوه‌خانه همراه شدند. 25 تا من خطا نمیکنم آبشیو، نکی فقط اینها آشناها دک است، صاحب قهوه‌خانه زدگاه 4-5 تا خودش. چه که نوارای میبینید امیخه. اوزی آسمین 20 کس فقط بچه شما قبل دیگه. یک تا بچه من قبل دیگه. دیگه رو هیچ کسی بازداشت. نه دیگه رو کم کو آگوروی گفتاشون پول داده برام دیگه. در حالی که مقامات شرح نمیدهند، سید نیسا قاسم و ادعا دارد که احتمال شرکت‌داران دیگری مناقشه از کشور بیرون و یا از جوابگری آزاد شدند. رادیو آزادی آن را مستقلانه تصدیق یا انکار کرده نمیتواند. نه شده به اساس ما فقط جنگ ما های کو البته دیدم بعد به اساس ما دیگه سوت شدگیش نه یک بار سوت شد ولایتی و دیگه شدگیش نه همین به 13 ایون بود. من تا امروز چند روز نشده است دیگه سوت نشده است سوت واقعا نشده است. تیز بولی که نه حکم داده است نه برود است عزیزم. این زن میخواهد دادرس هرچه زودتر قضیه پسرش را بررسی و خلاصه خود را اعلان کند. جنجال و زنازنی در طربخانه و قهوه‌خانه های ولایت سوخت در ماه‌های آخر زیاد شده است. در زنازنی در طربخانه پارلمانت شهر خوجند که ماه فوریه امسال روی داده سر و صدای زیاد برپا کرد، دادستان پیشین شهر بستان نیز شرکت داشت. بعد رسانه‌ای شدن حادثه او از ساحه رانده شد و چند نفر دیگر به جوابگری کشیده شدند. مقامات امور داخلی نه همیشه درباره چنین حادثه‌ها معلومات می‌دهند.
هرچند درباره حادثه‌های دیگر زود و با تفصیل گزارش نشر می‌کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف. روز 5 آگوست در اوکراین یک سرباز به هلاکت رسید که شاید یکی از وحشتناکترین کار برای انسانها را انجام میداد. الکسی یوکوویچ 40 ساله جسدها و یا باقی مانده های جسد همسفرانش و هم سربازان روس را جستجو میکرد، شناسایی میکرد و به خویشاوندانشون میسپرد. این دفعه خودش هنگام بیرون آوردن جسد به هلاکت رسیده است. رادیو آزادی او را در یکی از ماموریت‌هایش همراهی کرده بود و گزارشی را در این باره همکارم کیومرثیت‌ها تقدیم میکند. ما به سمت بوی قدم میزنیم. شاید در راه کسی را یابیم. از اینجا بوی جسد میآید. الکسی یوکوف زندگی خود را به این کاری وحشتناک بخشیده بود. پیدا و شناسایی کردن جسد سربازان جان باخته در ولایت دنیتسک اوکراین. زخم در کاسه‌خانه سرش. همسفران ما اینجا همین طور افتادند. رادیوی آزادی چند ماه پیش فعالیت‌های یوکوف را به نوار گرفته بود. دیگر سیمای او را فقط در ویدیو می‌توان دید. الکسی هنگام بیرون آوردن جسدها در نزدیکی جبهه جنگ به هلاکت رسید. خبری مرگ او را همسرش در فیسبوک نشر کرد. یوکوف می‌دانست که کارش با خطر مرگ همراه است. ما این کار را زیر تیر و توپ و حمله درون‌ها انجام می‌دهیم، اما آنها نیز به خاطر آینده ما جان خود را در خطر گذاشته بودند. برای همین هر کدامشان باید به خانه برگردانیده شوند. این کار توجه الکسی یوکوف را 25 سال پیش به خود کشید. بعد از آنکه به جستجوی جسد سربازان جنگ جهانی دوم آغاز کرد. پس از آغاز درگیری‌ها در شرق اوکراین در سال 2014 تجربهش را در جنگ نو به کار برد. او گروهی داوطلبان پلацдарм را تأسیس داد که به خانواده‌ها در یافتن جسد عزیزان و دفن مناسب آنها کمک می‌کرد. ما در جیبش دعایی برای خانواده‌اش یافتیم. مردمانی که مانند او برای حمایت اوکراین و آینده فرزندانشان رفته بودند، مهمترین چیزی را با خود می‌گیرند. پس از تجاوز روسیه به اوکراین در سال 2022 کاری گروه بسیار زیاد شد. خطرها نیز خطر پهپاد و تیر توپ، اسلحه ناترکیده و حتی جسدهای مینه‌کاری شده. برای ما بسیار مهم است که جسد سربازان خود را برگردانیم، آنها را از این دوزخ بیرون کشیم تا دیگران ببینند که ما برای برگردانیدن کسانی که نه تنها جان بلکه آینده خود را فدا کردند همه کار را میکنیم. میفهمید آنها آینده خود را برای آینده دیگران فدا کردند. تا سال 2025 خطر حمله های پهپادی گروه یوکوف را مجبور کرد که شیوه کار خود را دیگر کند. خبرنگار رادیوی آزادی ماه فوریه سال 2026 در یکی از ماموریت‌های یوکوف او را همراهی کرد. او همان زمان درباره مرگ خود و پیامدهای وحشتبار جنگ می گفت. عمر من برای برگردانیدن همه سربازان این جنگ کفایت نمی کند. ما از این جنگ عقب برگشته هم نمی توانیم تا دمی که آنها بر نگردند. چطور برمیگردیم؟ ما بخش از آنها هستیم. ما یک ملت هستیم. دادگاه در ازبکستان یک زن را که خواسته است پسرش را در عوض $3300 به جفت دیگری بفروشد و 3.5 سال زندان محکوم کرده است. به اطلاع رسانه‌های همسایه کشور، دادگاه شهر ترمیز مرکزی ولایت سرخندریا حکم این زن را روز 5 آگوست صادر کرد. بر طبق گزارش‌ها گمانزد به جنایت با خریدار در مورد فروش کودک به موافقه رسیدند و خریدار باید در اول 20 میلیون سوم ازبکی می پرداخت است و بقیه را پس از قانونی کردن سندهای کودک میفرستاده است. رسانه‌های ازبکستان نوشتند که این زن در دادگاه به گناه خود اقرار شده و گفته است که از ناچاری و به سبب قرضداری و نداشتن خانه و جدا شدن از شوهرش خواسته است جگربند خود را به کسی دیگر بفروشد. و در ناحیه فرخار، یکی از ناحیه‌های بزرگ پخته پرور و گرم و تفسانی تاجیکستان، دهقانان زیادی از تقسیم ناعادلانه آب شکایت دارند. با گرمتر آمدن هوا، کیسارهای عظیم پخته و زراعت‌های دیگری کشاورزان از کمابی خشکیدند و یا حاصل می‌دهند که البته ناچیز و نارسید است. در این باره گزارش داریم که همکارم مولا رجب یوسفی تقدیم می‌کند.
ندیدی پخته به اوی رو. دهقان فرخاری میگوید که دلش به این حالها و زحمت چند ماهش میسوزد. در نوارهایی که او بر رادیوی آزادی فرستاده است دیده می شود که کشتزار پختش پیش از وقت و از بی‌آبی شکفته است. این پخته‌زاران در جماعت گلشن ناحیه فرخار جای گیرند. آنها میخشکند اما کشتزاران پهلویش سبز و خرمند. با خدا به اوی رو شکفته. او 65 هکتار نمیزگر نورما قطع کردیم. پخته‌کاران از تقسیم ناعادلانه آب شکوه دارند. میگویند که حتی شبها سر زمین می‌ایستند تا نوبت آب به آنها هم رسد، ولی چنین نمی‌شود. در اداره بهداشت زمین و آبیاری فرخار اقرار کردند که تا 20 روز پیش چنین مشکل وجود داشت ولی حالا حل شده است. سرور این اداره ادعای تقسیم نادرست آب را بین کشاورزان رد می‌کند. تقسیم همون دهقانا خود نادرست آب تقسیم می‌کنند. این من مقصد او ما گرفتم 2 عمر رفتم بگیرم مقصد دیگه مو بیخیر میشد خیلی نوبت ها کنن که او برسه. آب به اینجا در جویبارهای بتانی می آید. اکثر آنها ساخت دوران شوروی اند. شکاف و رخنه ها به تلف یافتن آب سبب می شود. زمان پخته‌زاران اینجا با نام ارتباز معروف بودند و با آبکش یا نساس ها آبیاری می شدند. این بار اول نیست که دهقانان فرخار از نارسایی آب شکایت می کنند. شکایت آنها هر سال با آمدن فصل گرما به گوش می رسد. دهقانان می گویند که از رئیس جماعت سر کرده تا دیگر ساختارها وضع را می دانند، اما تغییر رخ نمی دهد و کشاورزان پایان آب قریب همیشه با این مشکل روبرویند. در اروپا که امسال در چنگ گرمای طاقت فرسا می سوزد، حرارت دنده که پایین آمده و معتدل شده است، اما با گفته هواشناسان شاید تا چند روز دیگر حرارت بیشتر از 30 درجه‌ای برگردد که برای بسیاری ها در اینجا تحمل ناپذیر است. در این میان مقامات جمهوری چخ برای جانوران حساس به گرما و دوستدار سرما چاره می‌جویند تا آنها تلف نشوند. همکارم محمد وفا ریزازاده گزارش می‌دهد. در روزهایی که اروپا با موج نوی گرما روبرو شده است، خادمان باغ حیوانات شهر پراگ پایتخت چخیا شرایط خاصی را برای باشندگان باغشان تشکیل کردند. این بهترین راه نجات آنها از گرما می باشد. بر علاوه این یک امکانی وقت گذرانی خوب برای آنهاست. آنها بازی با یخ را دوست می دارند چون در داخلش غذای خوب جا داده شده است. آنها روزی دراز در بالای یخ بازی کرده حرارت معتدل را حفظ می کنند. بعضا یخپاره ها را همراه با غذای داخلش فرو می برند. هفته اول ماه اوگوست برای اولین بار در تاریخ معاصر چخیا گرما به 41.5 درجه سلسی برابر شد. در این وضع خادمان باغ برای خس‌های سفید دوگانیک گریگار و الیوت روزانه تا 3 تن یخ پیشکش می کنند. غذای خس‌ها که اساساً از میوه و سبزیجات و ماهی عبارت است در شکل یخماس تقدیم می شود. اکثر حیوان‌های باغ در این حال گرمای فوق‌العاده به وضعیت مطابق شدند، اما ما باز هم تلاش برای بهبودی حیات آنها در این شرایط را ادامه می‌دهیم. برای خرس‌های سرد دوستدار سفید ما جهاز خاصی تولید یخ به دست آورده‌ایم. قفس آنها را با آب سرد سرشار می‌کنیم. همچنان در قفس خرس‌ها کاندیسیونرهای هوای سرد جای دادیم. لازم شد آب شرشره را هم فراهم می‌آوریم. همین گونه در روزهای گرما عائله گریلاهای باغ حیوانات پراگ به تناول غذا در داخل یخپاره‌ها عادت کرده است. مردم زیادی که در نزد قفس‌های حیوانات جمع شدند شوخی‌آمیز می‌گویند که در این هوای گرم هوس دارند که در کنار حیوان‌ها در داخل قفس باشند. با آنها حسد دارم، اما امیدوارم که در این هوای گرم این اقدام‌ها به حیوان‌های باغ کمک می‌کنند. با پایان اخبار آزادی رسیدیم، ولی شما اگر میل دیدن ویدیوهای بیشتر، خواندن خبر و گزارش‌های دیگر را دارید، پس لطفاً سر بزنید و وبسایت azadi.org و یا صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و کانال‌های ما در تلگرام و یوتیوب و تیک تاک. اگر این مسئله هست که می‌خواهید دربارش بیشتر بدونید، پس به ما بنویسید، می‌بینیم و تحقیق می‌کنیم. اگر موضوع مهم بود حتماً می‌نویسیم. تلفن های ما در همه شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی هست و واتساپ یکی از وسیله‌های تماس با ماست. تا دیدار در برنامه‌های دیگر و روزهای استراحت خوب در پیش داشته باشید.